سرکرده تفگرا جواکا دموکراتیک تفدمیا بسر پارتیا ایکتیا دموکراتیک پیاده و الدار خلیل گوت که لیستین گرتیان که انجمن اجتماعی کرد سوریه بحث دکه نراستن. ده هفدتين كتلفزيوني ده درباري قرتين دي زندان پیاده ده خلیل گوت شرمه که ENKS لیستین نراست درباري قرتیان را دستی هن ولاتان دکن که جه ENKS وان لیستیان دخوازن. جه دسپی که هاتنا پیاده بروج آوای کردستانی و را دستکرنا رژیم جهن نافچیان بو پیاده حتانها بصدان سیاست مدار و چالکوان و روجنموان نخاسم سرکردین انجمن اجتماعی کرد سوریه و ریخستن و پارتین و جالی پیاده و هاتنا گرتن و هن جوان سر بست هاتنا بردان هن جی هن گرتن و چرانوی ساوان ندیاره جوان جی بهزاد دورسن اندام پولیت بیرویا پارتیا دموکرات کردستان سوریا کود 24 هیوادهان 2012 هن لگل چالکوان نیدال عثمان و لگوندواری دیریکی هاتیا رواندن. پاریزر ادریس علو اندام ریخستنا عفرین یا پارتیا دموکرات کردستان سوریا روژا 8 مجدار 2011 لعفرین هاتیا رواندن. احمد سیدو اندام ریخستنا عفرین یا پارتیا دموکرات کردستان سوریا روژا نه جوتمه 2013 لطخ شیخ مقصود یا حلبی هاتیا رواندن. فؤاد ابراهیم اندام خوجهی دیریکی انجمن اجتماعی کرد سوریه روژا 24 آذار 2017 لگوندواری دیریکی هاتیا رواندن. چالکوان امیر حامد اندام ریخستنا سوزیا جوانین کرد روژا 11 چلیا 2014 لدربیسی هاتیا رواندن. جمیل عمر ابو عادل روژا 13 تیرمه 2017 لقامشلو هاتیا رواندن. فایز محمد مطیع اندام انجمن ارشاخی یا پارتیا دموکرات کردستان سوریا روژا 16 هیوا 6 2019 لگرکه لگه جالی پیده و هاتیا رواندن. هرها هشت افسرین کردجی که لنفچه جیر دستلاتا پیاده هاتنا رواندن او جی اوین عمید محمد خلیل علی، عقید محمد هیثم، عقید حسن اوسو، عقید محمد کلی، مقدم شوقی، رائد بهزاد، نقیب حسین، ملازم اول عدنان برازی.